تمام سیزن جدید. توی این ویدیو شما میتونید که تمامی تغییرات سیزن جدیدی که قرار بیاد که میتونید بهترین اطلاعات از آپدیت جدید پابجی رو توی این ویدیو شما ببینید و جواز راه پاس ایگنو این ویدیو همراه من باشید. خیلی خوب، اولین بخش با اومدن اسلحه آپگریدی جدید اونم داخل سیزنی که قرار بیاد، این 3.4 که پابجی قرار واسه خودش بیاره و چندین اسلحه آپگریدی رو داخل این سیزن خودش اومده و میخواد منتشر بکنه. اینجا میتونید لیست اون رو مشاهده بکنید که به اسم M249 و یوزی که اینجا دارید میبینید و DBS M7 R98 یوجی و همینطور ویکتور، اینا داخل لول های 5 و 7 همینطور لول 3 هم ما داریم. اینها رو که پابجی اینا رو در نظر گرفته که بخواد داخل آپدیت جدیدش یک سری اسکینای آپگریدی واسه این چند اسلحه‌ای که بهتون معرفی کردم بیاد. الان که رسیدیم به اسلحه ها، پابجی یه اسلحه جدید هم قرار اضافه بکنه که به اسم دوال MP7 که اینجا میتونید اون رو مشاهدهش بکنید. داخل زمین تمرین آپدیت جدید هم که به صورت بتا هستش و میتونید اون رو ببینید. بچه‌ها داخل دو تا دست کاراکتر شما میتونید اینو داخل دستتون بگیرید و اون بازی بکنید و پابجی قرار در آینده واسه این اسکین هایی رو هم بیاره. نظرتون در مورد این اسلحه چیه؟ چون بچه‌ها دیگه سخت تیر زدن باهاش، دیگه باید با دو تا تیر بزنید و 100% دمیجش کمتره، بیشتر حالا دمیج وارد میکنه به جلیقه انمی که اینجا دارید میبینید خودتون. حتما نظرتون رو بهم بگید. جزو اسلحه SMG هم هستش و دیگه سریع تیراش هم خارج میشه. من اینجا دارم میبینم دقیقاً به همین شکل. و همینطور پابجی واسه خودش عکسی منتشر کرده به اسم اسلحه یوجی آپگریدی که اینجا من دارم میبینمش، که کرت جدیدیه که به عنوان التیمیت ما اینو داریمش که به نظر خودم میتونه چیز خوبی باشه. فعلا اسکین هاش رسمی نیومده، فعلا میتونید اینا ببینید. دو تا اسکین ازش معلومه که در کل همینه، ولی واسه یوجیش که اون یکی حالا قرمز رنگی که من اینجا تصویرشو واسهتون میذارم که اینجا میتونید اون رو داخل لول‌های مختلف خودش ببینید. گدازه‌ایه، رنگش هم قرمز و نارنجیه که ما میتونیم اینو ببینیم. یه گرگ هم داره. این سومی که من دارم میبینم آخرین لول اونو ما میتونیم اینو داشته باشیمش که این داخل آپدیت 3.4 اسکینش میاد. نظرتون در مورد همچین اسکین واسه یوجی چیه؟ حالا یه جورایی هم بهش میگن که خونیه و همچنین مثل شیطانی اسکینش. نظرتون چیه در مورد همین اسکین که قراره؟ من که میگم چیز خوبیه فعلا. تا ببینیم داخل لول‌های مختلفش به چه شکلیه. بعد از اون داخل همین آپدیت جدید قرار که اینجا سوتن کاراکتر و همچنین شورتش عوض بکنید. من اینجا دارم میبینم رنگش هم حالا به صورت سیاه هم میاد. میبینید چندین رنگ داره. نظرتون چیه در مورد این؟ دیگه پابجی کلا خاصه داخل همین آپدیت بزرگی که قراره به نظر خودش هم منتشرش بکنه، چون که میگین آپدیت بزرگیه، همچین تغییراتی رو آورده و به جزئی ترین بخشای مختلف بازی توجه کرد. نظرتون چیه؟ خیلی خوب، بریم سراغ بخش اومدن همکاری‌های جدید بازی پابجی موبایل که از این همکاریاش دو تا میخواد برگزار بکنه. یکیش با اون شرکت ولکس واگن که اینجا میتونید تنها تصویر منتشر شده از اسکین اون رو مشاهده بکنید. ماها رنگش هم به این شکلی. حالا دیگه نظرتون چیه در مورد همچین همکاری که من دارم اینجا میبینم؟ این سوپر ماشین داخل آپدیت 3.4 ما اینو داریمش. فعلا تنها تصویرش که منتشر شده همین و تایید شده است. همکاری جدید بعدی هم یکی از انیمه هاست به اسم اسکین اون رو داریم. نظرتون چیه از اومدن اسکین های این دراگون بالی که ما داشتیم و همچنین این کرتی هم که قرار واسه این وان پاچمن بیاد؟ تصاویر اون رو هم میتونید اینجا ببینید. اینم رسمی شده و این دو تا از همکاری جدید بازی پابجی واسه خودش در نظر گرفته. خیلی خوب، نوبتی که باشه میریم سراغ تمامی تغییرات مود جدیدش، آپدیت بعدی که قرار بیاد و تمامی بخشاشو بهتون بگم. اما قبل از اینکه بریم سراغش خوشحال میشم که همین الان دیگه اون دکمه لایک رو فشارش بدید. مرسی. خیلی خوب، اولین بخش از بازی که میتونید آپدیت جدید رو ببینید این بخش لابی انتظاره که قبل از اینکه با هواپیما بخواید بپرید همچین چیز. بعد از اون هم که این بخش از لابی های اونه که پابجی واسه خودش 3 تا اسکین آورده. این که جا بخشش خیلی خیلی خفنه از مود آپدیت جدیدی که داخل نسخه بتای اون منتشر شده. خیلی خفنه. خفاشا میان دنبالتون و به این شکل پابجی واسه خودش در نظر گرفته. مود اصلی داخل بخش اسلحه داخل بازیه که اون بخش بالاش روی کوهاش میتونید برید و اونو مشاهدهش بکنید و یه تصویر اینجوری داره به صورت قصر میاد که داخل هولوش 2 هفته پیشم بهتون گفتم که پابجی قراره قصری رو بیاره و واقعا هم همین شد. طبق همون پیش بینیایی که واسهتون انجام دادم و اون عکسی که منتشر شد و اون بخشای مختلف اون که بهتون گفتم و کلا تجزیه تحلیل من شده بود همین آپدیت جدید و دقیقاً به همین شکل بهتون گفتم. گورگینی میاد، همینطور خوناشام میاد و میتونید پرواز بکنید داخل آپدیت بعدی و کلی چیز دیگه و دقیقاً همینه. فقط با داشتن همون یه دونه عکسی که بهتون گفتم تمامی مود واسهتون پیش بینی کردم و تمام. داخل بخشای از مود یه سری حالا گل‌های قرمزی وجود دارن، ما میتونیم اونها رو مشاهده بکنیم و همینطور آسمون هم که دیگه تاریک میشه و شب میشه داخل همین بخشی که ما وجود داریم. یک سری تابوت‌ها وجود داره، شما میتونید برید داخل اونها و خیلی خیلی ساده قایم بشید از دست انمی‌های خودتون که واقعا خوبه. ما میتونیم اینو داشته باشیم. بعد از اینکه لوت‌های مختلفی هم که داره، مثلا یه سرنگ داخل بازی وجود داره، میتونید از اون استفاده بکنید و انرژی با خودتون بدید. و اینم از بخشای بالایی از این مود و کاخی که وجود داره، قصری که بخشای مختلفی از اون وجود داره، خیلی خیلی بزرگه واقعا که میتونید داخل همین تصویر اونو مشاهدهش بکنید. یه دونه جعبه داره، این جعبه حالا رنگش قرمز رنگی، کلی لوت داره مثل همین مودی که ما داخلش آتلانتیس هستیم. اینم به همون شکل ما میتونیم اونو ببینیمش و ظاهر کلیه قصرش هم که می‌بینیم داخل همین بخشش. بعد از اون که میتونید بچه‌ها پرواز بکنید، یه ویژگی خیلی خیلی خفنه داخل مود جدیدش که پابجی و همون سرنگی بهتون گفتم میتونید که استفاده بکنید و خودتون رو به همین رتیو سادگی مثل خفاش پرواز بکنید و بال داشته باشید که می‌بینید خیلی خفنه. سرعتمون واقعا خفنه که من دارم اینجا می‌بینم و قدرت هم داره، پنجه داره، زوزه هم میکشه در این حد که اینقدری خوب و ما میتونیم از این استفاده بکنیم و خود پابجی گفته یکی از بهترین مودهایی که خودش معرفی کرده. یه دونه گرگ آبی رنگ داره که اینجا میتونه که واسه اون لوت ها رو باز بکنه که میتونید داخل همین بخشش از این گرگ استفاده بکنید که واقعا خوبه. ما میتونیم از این ویژگی هم بهره ببریم. نظرتون چیه در مورد این؟ داخل بخشای مختلفی از اون میتونید استفاده بکنید و خودش میاد داخل یه سری گرگا و لوتتون میده. و اون وسیله نقلیه‌اش هم که دیگه اسب بچه‌ها، آره اسب که داخل همون عکس هم که منتشر شده بود بهتون گفتم همونو هولوش 2 هفته پیش و دقیقاً به همین شکل اسب خیلی خفن داره که به اسم حالا شیطانی بهش میگن که میتونید اینو ببینیدش. صورتش هم خوبه که پابجی واسه این یک سری اسکین های هم بنده نظر گرفته. حالا نظرتون چیه که اومد و اسکین واسه این گفتی که میاد؟ قطعا میتونم بهتون بگم که اولین کسی بودم که بهتون گفتم که قرار وسیله نقلیه ما اسب اینو دیگه 2 هفته پیش اعلام کردم. داخل
داخل همین بخش هم که خود پابجی گفته، از اون عکسی هم که اینجا داریم می‌بینیم ازش فیلمش گفته که میتونید کارت ریسپامو که میتونید خودتون هی دوباره ریکال بکنید برید داخل بخش شاپ بازی دریافت بکنید. گفته شده این اولین باری که پابجی همچین چیزی رو میاره داخل بخش شاپ بازی که شما میتونید واقعا انگاری که من می‌بینم یا تعداد خیلی زیادی ما میتونیم از این بخریم و هی داخل بازی بریم و ریسپام بشیم. خیلی خفنه بخواد همچین حرکتی رو بزنید. شاید محدودیت داره یه بار ببینید که چه داستانی. داخل همون مود هم بچه‌ها میتونید که سری حالا صندوقای خیلی کوچولویی پیدا بکنید و من که بازیش کردم داره فرار میکنه و چیز خیلی بانمه که پابجی قراره بیاره انگاری بعد بهش مشت بزنیم و حالا تیر بزنیم تا بتونیم که اونو دریافتش بکنیم. خیلی هم داره اذیتمون میکنه. خیلی خفنه. فیلم مسیج هم حتی داره که وقتی بکشیدش اینجا واسه خودتون حالا اسمش هم نوشته میتونیم اونو ببینیمش به همین شکل. پابجی گفتین هم میاره. ما میتونیم همون گلگین که بهتون گفتم از تمامی دیوارهای بازی برید بالا و خیلی خفنه. هم از بخش تغییر شدن همین ریسپام که وقتی بخواید حالا هم تیمیتون رو ریکال که بکنید ببینید که شکلش هم عوض شده. اون کارت ریسپام هم که دیگه حالا نوشته 50 تا سال هر سکه هم که زده حالا سکه هم نیست، سری آیتمای مخصوصی رو داره که بعد اونها رو دریافت کنیم تا بتونیم اونها رو بگیریم که اینجا واسه ما نوشته واسه که نیست. اون 50 تا آیتم مد نظری که داره ما میتونیم رو دریافتش بکنیم که 100% سخت گرفتن اون آیتمایی که بهتون گفتم. یه جعبه خیلی بزرگ داره مثلا این آتلانتیس که اضافه شده که میگه بعد یک سری آیتم هایی رو شما به دست بیارید تا اینکه برید سراغ همین جعبه بزرگی داخل بازی هستش. اون چیزی که من فهمیدم از همین گرگشه که شما باید همین گرگ رو خیلی کوچولوه چندین بار پیداش بکنید تا بتونید همین بزرگ رو شما بازش بکنید که اینجا یه گرگ خیلی بزرگی زد اونو میتونیم که اینجا کلی آیتم به دست بیاریم و کلا لوت خیلی خفنی بهمون میده. از همین 100% پابجی رو واسه که از اچیومنتاش در نظر گرفته. نظرتون چیه در مورد این؟ اینا بود از تمامی تغییرات آپدیت جدید. این سری اموت هم که اینجا داخل این تصویر میتونید اونها رو مشاهده بکنید که اینها قرار بیان داخل بخش‌های مختلفی مثل روال پس و جای دیگه. خیلی خوب دیگه بریم سراغ روال پس و همینطور جواز رنگ اپ سیزن ایونو. اما قبل از اینکه بهتون بگم خوشحال میشم که اون دکمه لایکو همین الان دیگه فشارش بدید. از جواز رنگ اپ شروع می‌کنید. اینجا داخل بخش‌های مختلف از اون حالا یه دونه عینک داریم که حالا بنفشه که واسه کاراکتر دختر در نظر گرفته اینا و اینطور خود اسکین که واسه کاراکتر دختره که میتونیم اینو ببینیم حالا رنگش هم صورت صورتی میاد و میتونیم که اینو دریافتش کنیم و حالا اسکینش خیلی معمولی در همون جواز رنگ اپ وجود داره. اسکین واسه مو در نظر گرفته که میتونیم اینو مشاهدهش بکنیم که رنگ اون سبز. اسکین واسه اصلی SKS حالا اینم صورتی دوباره رنگش اینجا میتونیم ظاهر اون رو مشاهده بکنیم و بخش‌های مختلف از اون قاب و کانگور که ما میتونیم اینها رو ببینیم. واسه تمامی جواز رنگ اپ بخش پرچس بونوس هم که وقتی حالا برید دوسیاتون به دست بیارید بخرید میتونید این جوازش رو بگیرید. یه اسکین واسه ویکتور داره و اسکین لباسش هم میتونید که اینجا ببینید که این واسه آپدیت 3.4 اینا همین که بهتون گفتم میاد. دیگه خود وال پس اینو اینجا میتونید تنها تصویر منتشر شده از اون رو ببینید که واسه کاراکتر دختر دوباره یه دونه اسکین رو داریم و همینطور اصلی آپگریدی اون که یوزی که داخل 3 تا لول میاد این هم که میتونیم اینجا اون رو مشاهده بکنیم. حالا داخل بخش مختلف از اون یوزی اسکین لول اولش رو از لول 3 که تنها تصویر منتشر شده اون رو میتونید ببینید. بخش چیدمان هم که واسه تمامیه مثل جت میاد و اسب ما دوباره اون رو داریم. خود وال پس هم که اینجا ما می‌بینیم تصاویر مختلف از همون جواز وال پسش رو ببینید. تصویر خیلی خفنی هم که داره که قبلا بهتون گفتم که قرار پابجی واسه یه دونه کاراکتر دختر طراحی بکنه و طراحیش مثل چینی طوریه که دقیقاً به همین شکل و دقیقاً همین بود که بهتون گفتم هفته پیش. حالا وقتی هم که مود به محضی که انتشار پیدا کرد من میذارمش داخل چنل تلگرام خودم که لینک چنل تلگرام خودم داخل دیسکریپشن یا بخش واردش بشید و هر دو تاشو دانلود بکنید و بازی بکنید. حالا دیگه داخل این دو تا ویدیو هم میتونید که برید جوایز جعبه طلایی بعدی مثل اصلش و همینطور جوایز میتیک فوج بعدی